بینندگان عزیز و ارجمند، البته که با این نوارها ما شما را غمگین کردنی یا رو افزوده کردنی نیستیم. عمر انسان همین است و باید هر یک لحظه زندگی را قدر کنیم، دوست داریم و یک بار دیگر با دمیربگ اولیموف البته ما آرامی را خواهان هستیم، بزرگ که همیشه روحشون، ارواحشون آرام باشد. دوستان عزیز، الان در استودیوی ما یکی از نزدیکترین دوستان، یکی از نزدیکترین همکسبان دمیربگ اولیموف حضور دارند، گلاسال پولات و انورجان احمدов و غلامجان میردادویف. السلام علیکم. سلام علیکم. تشکر که تکلیف ما رو، دعوت ما رو رد نکردید. سلامت باشید. رحمت. در قطار پیوندان دمیربگ اولیموف البته با شمایان هم ما صبر خواهان هستیم، زیرا من آگاه هستم که دمیربگ اولیموف یکی از دوستان نزدیکترین شما بودند و در قطار با دیگر همکسبان نشست داشتند و شما یک نشستی خورده که کم داشتید. البته راست. از راستی محمود خان، اولش السلام علیکم به همه هموطنان عزیز. گفتتان حق است. ما با دمیربگ، گلاسال پولات و غلامجان، همین باز شادمان جان و فردوس جان محیدینوف هم هستند. ما از راستی قریب در یک ماه اقلا 2 مرتبه نشست داشتیم، بسیار صحبت های خوش میکردیم، می نشستیم. لیکن اینو صد افسوس که بونه الکه 1 سال است که دمیربگ اولیموف در بین ما نیستند. خیر روحشان شاد باد. بله. خب غلامجان اکو، بعد از دست دادن دمیربگ اولیموف همین نشست چی شد؟ دوام یافته ایستاده است؟ راستی گپ، بعد گذشته دوست عزیزمون قریب 1 سال ما جمع شده نتوانستیم و اگر خطا نکنم، اشتباه نکنم، قریب 2 هفته پیش با یک سبب نشستیم. لیکن راستی گپ باگیره سر میشد، باگیره به انجام میرسد. ما تصور هم کرده نمیتوانستیم که یک روز میبیاد و ما به دمیربگ میشینیم و به حقش دعا میکنیم. بسیار واضبین است. خب بیفتید که تشکیل کننده همین نشست کی بود؟ دمیربگ بسیار تشکیلاتچی ناز بود. اگر خطا اشتباه نکنم، تشکیلاتچی همین نشستی جنبستی مویم دمیربگ بود. اگر خطا نکنم، ما میخواستیم خیلی تیز واخوردستیم جمع شیم. لیکن دمیربگ همین وقت خالیگیش باشد البته حتما زنگ میزد، حرکت میکرد، همه جمع کند، هم تو صحبت کنیم، نشینیم. همین خیلی خصلتش بود. خب گلاسال بچی من چی خاطره ها دارن؟ قیاس با سین و سال از شما دیده خردتر بودن، درست؟ 1 سال خورد بود. 1 سال. ما همراه دمیربگ 9 سال در یک صنف، در یک شعبه تحصیل گرفتگی هستیم. دمیربگ وقتی که دمیرجان بود من میشناختم. خب از صنعتکارا از همه بسیارتر میشناختم. این من به فکرم او را از انمون خردسالیش، از انمون دوره های دانشجویی کدام دمیربگ بود تا آخر انمون دمیربگ باقی مانده بود. در رفتار، در گفتار، در کردار او دیگر نبود برای من، برای دوستان نزدیک بی‌مثل بود. ساعت ها نمی رسد به فکرم و خصلت هایی که نیک داشت. بسیار دوستی عزیزی ما بود، دوستی گرامی ما بود. غلامجان گفته ایستاده است که فکر نمی کردیم که امروز او را بود گفته گپ میزنیم. صد افسوس. الله هم در قلب ما برای ما زنده است. هیچ گونه نمیمیره. نه بلکه در زبان، در قلب، در فکر و یاد ما همیشه او زنده است. بیزار همین گونه باقی ماند. خب مشاهده کردید وقت آخر البته بعد از دست دادن دمیربگ همین گونه نوارها خیلی پهن گردیدند. وقت آخر دمیربگ اولیموف
нисбати некӣ кардан, нисбати ба қадри ҳамдигар расидан ва ёде аз худованд кардан бисёр сухан мекард. албатта чӣ қадаре ки синни соли одам калон шавад ба фикрам ҳамин қадар ба худованд наздик мешад, ба худованд наздик мешад ва ҷаҳонбиниш дигар мешад. Дамирбек вақтҳои охир бисёр агар аҳамият карда бошед, сурдошам сурдои сокин, шунавоӣ ва ҳам пурмазмун дар бораи зиндагӣ, ҳаёт, дунё. Ман то ҳол фикр мекунам Дамирбек ба баланди ба қуллаи баланди эҷодиёташ баромадасу буд. Мумкин баромада буд. Бо шунидан, бо шунавидан шахсан ман сер намешам. То ҳол сурдош такрор ба такрор як нигоҳи васеъ дошт. Масалан дар ин сину сол гирифтани унвони ҳунармандӣ шоиста ба ҳар ҳунарманд масалан муяссар намегардад. Албатта намегардад. Ӯ арзанда буд. Аз ин болош ва арзанда буд. Бисёр бо нигоҳи баланд назар мекард ба эҷодиёташ. Бисёр суҳбат мекардем ки қадар шумо барои коратон, барои клипу суруд чиқим мекунед, сарф мекунед. мегуфт ки эй Гуласар анамин мемонад, мо охи сароянда, мо ҳофиз, мо санъаткор, аз мо мемондагиш анамин. ӯ рост гуфтааст. аз ӯ сурдое ки монд суруд гуфта намешад, мисли асар аст. ӯ он сурдое ки Дамирбек эҷод кард, хонд, ба фикрам асло намемирад. баъди 100 солаҳо ҳам аз тарафи сарояндаҳои ҷавон хонда мешаду аз нав ба нав зинда мешад номи ӯ, сурдҳои ӯ. ба фикрам бо дили пур гуфта метавонем ки дар ин синну соли кӯтоҳ Дамирбек Олимов дар олами суруду мусиқӣ тавонист ки як мактаби махсуси худро созад. албатта Дамирбек аз ростӣ як ҷаҳонбиниш васеъ буд. дар як сол масалан 20 суруд эҷод накунад ҳам, масалан 4-5 суруд эҷод кунад ҳам, лекин аз якдигариш беҳтар буд. шеърое ки интихоб мекард бисёр шеърҳои пурмазмун. мана ҳамаи мухлисони Дамирбек медонанд ки ягон шеъри паста насроидааст. ҳама суруд, шеър, оҳангҳо ба дараҷаи профессионалӣ. масалан гоҳо афсӯс ҳам мехӯред ки муяссар нагардид ё вақт нашуд ё дар нақша буду аммо монда рафт ки масалан ҳамроҳ ягон таронаи муштарак рӯи кор орем. албатта ин дар нақшаҳои мо буд, мо бисёр ҳамнишаст будем, ҳатто гуфта будем ки худованд насиб бинад як ҳаммакасак ба ягон давлат рафта истироҳат карда дар ҳамҷо як клип сабт карда, як ҳамроҳ суд несароем гуфта ният ҳам карда будем, лекин сад афсӯс. медонед ҳамагон ҳамин хабари нохушро дар ҳар ҳолат шуниданд, аммо ман фикр мекунам бинандаҳои азизи мо мехоҳанд донистанд ки масалан шумоён дар кадом ҳолат, дар куҷо будед, кӣ хабар дод ва бовар кардани шумо чӣ гуна сурат гирифт. Ман медонам ки масалан бо як занги телефонӣ, бо як шунидан албатта кас бовариаш намеояд. мисле ки масалан ба ман ҳам занги телефонӣ шуд, ман гуфтам не, дар ҳаққи сарояндо ҳар рӯз чунин хабарҳои нохуш мешавад. аммо вақте ки масалан ман интернетро пайваст кардам, аллакай ҳоҷат ба кофтукоби ин хабар ҳам набуд. хуб ғуломҷон ако, шумо чӣ гуна шудед? Ки хабар дод? ба ман Суҳроб ако хабар додам, лекин ба корҳои худованди меҳрубон баъзан ҳайрон мешед. Ман рости гап пеш аз хоб ҳамин телефони мобилиамро хомӯш мекунам ва то он даме ки бедор намешам телефонам хомӯш. ҳамун санаи 4 тарафҳои нисфирӯзӣ ба Инстаграм даромадаму, дидам ки Дамирбек история мондагӣ. дар он ҷо як акси буд ки дар акс Дамирбек дар китфаш гитара гирифта шаб монда будам бо азна бо ягашба навистагӣ дар поён хел навиштаҷот буд ки
رپتیسیا پس از 2 ماه گپ زنان. من همین خیلی فهمیدم که این نوشته شد برای من، چون که اگر اکام در خاطر داشته باشم ما در یک ماه یک بار صنعتکار رو جمع میشیم، گپ ما هست. و در آخران گپی که دمیربگ اشتراک کرده بود نشست، من با خواهشی ولی جان اکا گیتار بردم. بعد شدیم خیلی ولی جان اکا همه سرودخوانی کردیم یک جای، بسیار دمیربگ سرودهای نقص خوان و خودی دمیربگ من التماس کرد که گیتار آوردید یک نوازید بینیم. ما بسیار شوخی میکردیم، خیلی گرفتم کمتر نواختم. بعد گفت شما کی یاد گرفتید گیتار؟ من گفتم خیلی خانه به سماوچ که خودآموزی یاد گرفته است. گفتم دمیربگ شما گیتار، من به شما حواس کرده گیتار گرفتگی. من گفتم ما گرفتگیم 3 سال شده و همون خانه به کی اونجا خواه رفته است. بعدم خیلی در اینستاگرام ما یک روز پیش با دمیربگ وکیلیم نویستیم. گفتم شما سخت زور نزنید، گفتم من باید دادم و شوخی کردیم. نه شما حال میبینید بعدی 2 ماه. بعد جدایم دیر به خانه برگشتم همون شب. یعنی سنه 4 یک روز پیش ساعت تقریبا 1 شب. عادتا خیلی اگر دیر خواب روم بر وقت بیدار میشم. یعنی 5 سحر بیدار شدم، حرکت کوشش کردم باز از دیگه خواب روم، لیکن نشد. بعد مجبور برای خودم آواره کردن همین تلفن رو گیران کرده. خواستم یکان سرود گوش کنم، نوشنیک رو گرفتم 2 سرود گوش کردم که تلفن شد. هم تو دیدم 5 سحر سهراب خیلی با من زنگ زده استادم. عادتا در این وقت و ساعت از اون نفر زنگ تلفنی نمیشد. دلم غش شد که خیلی علاقه احساس کردم که یگان خبری ناخوش. بعد برای خلال نرسانیدن با دیگه خانه گذاشتم و گوش کردم و خودم آمدم که کلین از زمین تلفنمو براشته چی گپ گفت استاد است. من در حالتی شوک بودم، اصلا باوریم نمی آمد. همین شوندگیم مولام جان دمیربگ رو باید دادیم، دیگرش ندار آمد. صد افسوس. خب گلاسال در کدام حالت بودند و کی خبر داد؟ من آخرین بار صاحب فرزند شدم در سنه 12 ینور. انمون 13 ینور دمیربگ زنگ زدن که گلاسال مبارک شود، صاحب پسر شده. گفته تبریک کرد، بسیار تمنیات های نیک کرد که تویش شود، کلان شود، خدمت کنیم مثل پدرش شود. گفته بسیار اسخانهای نیک. گفت خیلی گپ زدیم همراهش. بعد تلفن رو خاموش کرد. خیلی که گفته ایستادم، کودکچه مایده بود ولی با کار رفتگی نبودم. بعد غلام جان گفت حسین سهراب بکن آهسته ساعتی 3:30 با پدرش شوهرم زنگ شد، تلفنی شدگی و از خواب خسته رفتگی. من با نگفته اول روم چی گپ چی نه آن کسم عموما باور کردگی. یعنی او حق دارد یا نه؟ هم خیلی. بعد از خواب بیدار شدم از نیلفر تاجبایی که همیشه با همراهی ما آن کسم. چند بار تلفن شده که خواهد شدم بینم داداش نیستیم برامده برفتگی. خواهد شدم تینجیمی اول داداش به زنگ زدم، یعنی شوهرم نبرداشتن تلفن. بعد نیلفر بچه زنگ زدم که اوزه علاقه به گیره کریستانیان که گلسه. من گفتم نیلفر بچه شما نازمی که افزنید چی گفت؟ دمیربگ کبود زدن نمیتونن. دمیربگ تینچی میگفتم دمیربگ اول یک دست یکم کلمه خودش نغزمه آخی گفتم دمیربگ نیست، گلسه دمیربگ نیست. فقط گریه میکردن. داد گفته
با آوازی بلند گریه میکردن. بعد من گفتم نیلوفر بچه آرام شوید. گفتم وای مردگی نی، وای بسیار جوان ولی گفتم ولی کاراش بسیار خیر نکنید. البته کودکچم مایده بود، مادرم در خانه من بود. آمدن که سخن شو چی شد آرام شو. البته تا حال آرام شده نمیتوانیم که یکی دمیربک به خاطر ما میبیاد. غلام جان گفتن که با گریه او را به یاد میبیاریم و با گریه جنبست میکنیم. اما خیلی روحش شاد باشد. بسیار بچه شکرگزار بود. یک گپش از خاطرم نمیبرد. هیچگاه هر باری که روزی زاد روزم میبیاد، البته در خاطر من این گپش هست. در سن 30 سالگیم بود. زاد روزم کمتر تبام خیره بود. بعد نشست و کمی بچه گذشته انکون 30 ساله شدیم. بین چه خیلی وقت تیز میگذرده. گفته صحبت کردیم. بعد امیر بی علاقه 30 ساله گفتم بینید پیر شده و سیمایم. بعد امیر بی گفتن که گل صاحب یک بار به سالهای گذشته به حیاتی گذشته نظر کن، به قفا نظر کن که تو صاحب چی و چه خیلی انسان شدی. در سن 30 سالگی خداوند به تو کدام نعمت ها را عطا کرد. برای خوشبخت شدن در تو همش مجسم است. گفت بعد راست میگی. گفتم فرزند داری، خانه داری، صاحب کار هستی، آبرو داری، مادر داری، همه یار و دوستانت در نزد تو. با چی در کار برای انسان؟ گفت باور کنید هر باری انمی سخنهای او از خاطرم نمیبرد. در حقیقت من انسانی خوشبخت هستم که او به یاد من انمین کلمه ها رو باز یک بار دیگر جا کرد که این سخنهای او هیچگاه از خاطرم فراموش نمی شود. البته در حق اون انسانی نزدیکی که از دست دادیم سخن گفتن و سخن کردن خیلی مشکل است. با اون خاطره که مهمانان عزیزی ما کمتر آرام شوند و خود رو یک بار دیگر به دست گیرند، من از کارگردان خواهش میکردم که باشد بگذار بخش رکلام رو که دوامناکیش همگی 2 دقیقه رو در بر میگیرد، یک بار همون بخش تجارتی رو منظوری بینندگان گردانند. پس از اون باز هم بر میگردیم. با سوال های زیاد داریم. بینندگان عزیز و ارجمند، ما باز هم در استودیو قرار داریم و یک بار دیگر از نام هر کدوم شما با مهمانانمون عرض تشکر بنماییم که امروز دعوت و تکلیف ما رو رد نکردند. این همه به خاطر دمیربک حالیموف. انور جون اکو از شما هم پرسان شده هستم که شما از کی شنیدید، کی شنیدید و البته شما هم فکر میکنم با یک زنگ و با یک شنیدن. البته محمد خان از راستی من در همون کنسرت من گفته بودم سال گذشته سنه 3 فوریه بود، همگی درست پیش از وفات دمیربک و من زنگ زده بودن دمیربک که انورکاش میگفتن انورکاش با چیکار مشغول شد. من خانه شدیم، من خوراکم خودم تلویزیون تماشا کردم بودم. بعد گفتن که اکاجا من خانگی ها دیوشید خانه رفته خانه پدر مادر بی یک خودم شدیم و یک آنجا یک صحبت که شنیم میگفتن. بعد مایلش گفتم و اکن همطور قدیر را بود دمیربک از خانهشان گرفتم ماشین کی خب یک قهوه خانه رفته یک چای نوشیده. همین باور کنید همین خیلی صحبت تثبیت که تا قریب 12 شب همراه بودیم سنه 3 فوریه. بعد غلام جان هم زنگ زد. غلام جان بیاید ما خیلی یک جا شتیم. این کس به فکرم پرولتر غلکان رفته بودن خانه پدر مادرشان رفتن اکاجا من خوجامه نیستیم. خیلی همراه دمیربک همین خیلی صحبت ها نقش شد. بعد آمده باز خانهشان مانده، خانه رفتم دمه گرفتم همگی. بعد از 2 روز وقتی که سحری سنه 5 منم گفتی غلام جان که تلفن خاموش که خامیرم
بعد اکام اعظم اکام خب همسرم تلفن کرده کلی ابا تلفن انور جان برتید بعد کلی میگه تلفن به هرگید اعظم اکام تلفن کرد دوستیار تلفن گرفته لبایگم همین خبری ناخچه اعظم اکام رسانید که حاضر میخوای شنیدم که دمیربگ صدمه و دوچار شده از اونم گذشته است گفتی قلانجا که شاک شدم که چه خیلی این خیلی شدهش ممکنه ما دو روز پیش همراه بودیم بعد گفتی شما که اینترنت های گیران نه همه جا خبری ناخوش بعد از راستی در حیرت موندم همون روز معرکه داشتیم روزی یا شنبه یا یک شنبه بود دسته روزانه معرکه بود از راستی جنازه دمیربگ به اشتراک کردن نتونستم همه خیلی صد افسوس روز شنبه بود روز شنبه بود توی معرکه روزانه بود همراه بودیم همراه بودیم و تبریکاتی من رفتم از راستی همون معرکه چه خیلی گذشت نفهمیدیم در خاطر ندارم دیگه همین گریه میکنم ریماچ که آب دیدیه تازه میکنم که مردم چکل فکر میکنم همراه ما از هم خواهد بودن اون کسان همه با معرکه بودن یک کابینه میگن کابینه اون طرف خان تیمور ملک شده سرودای دمیربگ که مونده همین خیلی یک گریه کردیم از راستی همون 3 ساعتی معرکه برای من یک 10 ساعت باید گذشته لیکن افسوس خوردم که در جنازه دمیربگ اشتراک کردن نتوانستم چون که اکنون باید پیشگی یعنی موافقه شده است زکاس کرده من نمیشه وعدت بودش الان خیلی گپ خب بعدی از دست دادن دمیربگ ولیم شما یک ترانه روی کار آوردید بخشیده شده است به خودی دمیربگ خب روی کار آوردن همین ترانه مثلا برای شما مشکل بود سراییدن استودیو البته از بس که ما بسیار همراه دمیربگ همچون یک اکا بودیم من همچون اکا قبول کرده بودن دمیربگ چون هر ساله ماهی مرد کنسرت میمونه بعد همین پس از وفات دمیربگ من از موبایل خیلی همگی 4-5 روز گذشت استاد طالب آزادش به زنگ زدم استاد گفتم یک همه خیلی شعر ایجاد کنید که من ماهی مرد کنسرت دارم خب برای روح ارواح دمیربگ که بالیده گردانیده یک ترانه سراییده باشه هم گفتم استاد نیست همین موبایل یک روز نگذشته علاقه شعر آماده کردن کامل جان لطیف آهنگساز آن کسی پیشنهاد کردم آن کسی هم همین موبایل 2-3 روز نگذشته آهنگ آماده کردن همین فرصتی که تا همگی همین یک هفته و همین سرود آماده شد در رو ارکین جان که ارنجراکش کردن بعد به همون کنسرت برآمده مطربی درد آشنا یادت بخیر حافظی شیرین صدا یادت بخیر همین سروده سرایده مشکل بود ثبت آواز البته ثبت آواز و آن در همون 12 بستی کنسرتی که هر روز می سراییدم خب حتما هم 12 بست برای هم مشکل بود که همین سروده من سرایم حتما آبی دیده می کردم خیلی برای دمیربگ چقدر که سرودخانه کم زیرا که ارزنده است تشکر که شما در وصف دمیربگ سراییدید من تا یک اندازه گفتم میتونم که این محبت نسبتی دمیربگ محبت نسبتی هنرش خودش خب پیش از سراییدن مبادا مثلا یک پرسیدن از پدرشون همین گونه نه از راستی نپرسیدم چون که آن کس که گپ زده هم نمیشه در همون وقت و سوال همون وقت تا حال باور کنید مشکلی گپ زدن همراه این موضوع به بهتره خب گلاسا پولوتا شما من میدونم که بعد از دست دادن دمیربگ ترانه دنیا رو بازخوانی کرده عجب دنیا خب از نقطه نظر خودتون تا کدام اندازه مثلا توانستید که همون ترانه رو به کمبودی و نقصان سرایید از نقطه نظر خودتون اصلا این خیلی نمیشد چون که صاحبی سرود دمیربگ است بسیار استعداد
خداداد داشت. البته سردایی که دمیربک سراییده است به فکرم به درجه او کسی دیگر سراییده نمیتواند. اما بسیار دوست میدارم چخیلی که گفته ایستادیم چقدر گوش کنیم که سیر نمیشیم. اما از قطار سردایش انمی سرود دل آرامم بسیار به دل من نزدیک سرودی دنیاش. البته عموما همه به فکرم در ریپرتوار دمیربک یگان سرودی که به چیت ماندن نبود، سرودی گنده نداره، از نظر چیت نمیماند یگان سرودش. باور کنید حتی که انمون سرودایی که حالی تیار نشد و به پیشنهادی مخلصان نشد، انمون سرودایی که با آواز خودش زمزمه کرده است، حتی انمون سرودایش هم با خودش زیبنده شیرین، یک شیرگی مزه مخصوص داشت. باور کنید مزه مخصوص داشت. مکتب خودش داشته. البته مکتب خودش بود. غلام جان که خودی دمیربک چیزی رو اسرار داشت که مثلا هر ترانش واقعا هم با اصطلاح امروزی گوییم خیت میشد. امروز گرچند که مثلا در یک روز 10 ترانه روی کار اومده ایستادن، اما عمری نه چندان طولانی میبینن. باور کنید نه به همه معقول میشوند. دمیربک یک خصلت خوبی داشت، همین مجبوران یگان کار نمیکرد. همین تنها آن وقت دلخواستش به ثبت آواز شروع میکرد. همون کیفیت میگوییم، حسیات در همه سروداش من اولین شده همین حسیاتی سراینده را حس میکنم. این چیز بسیار مهم است. بعداً باز یک خصلت خوبی دمیربک همین بود که به نفر به مصلحت هر کس گوش نمیکرد. البته مصلحت یار و دوستان، مصلحت استادان، پدرش مهم بود، لیکن بعضا میشد که به استودیو داخل میشید به شما نفرانی یاد میتونید، مثلا این خیلی خان، این خیلی خانه، این خیلی این ناله نکنید. دمیربک همین چیزا بسیار نمیپسندید. همین آن چیزی که دلش میخواست و میگفت همین چیز رو گوش میکرد، همین چیز رو اطاعت میکرد. برای همین باشد در کار هر یک سروداش با حسیات، با مهارتی بلند و با مهارتی به خود دمیربک تعلق دارد سراده شده است. این بسیار مهم است و هیچ کس خیلی من میدانم به استاد جاریبک مرادوف البته شاگردی اصیل استاد بسیار چیزها را آموخته است، دوزیده است. به هر حال در وقتهای آخر میخواست و توانست که راه خود را یافته باشد. و یافت هم توانست. دیگه یک چیز گویم، یک شوخی هم بسیار عجیب بود. اینش هم گفتن در کار همین وقتی که میشتیم یک تابش بولیده شود غلام جا گفته با صحبت، لیکن بعضی دمیربک غلام گفته همین هنگامی بسیار عجیب میکرد. با گفتی اکام شخصا من ماهیتی اصلی کلمه دوست را در همین ویمو میبینم، در همین گروهی مایده نیلوفر بچه از همه کلانی آمد. از ما ممکن 10 سال اضافه کلان باشد. انورکم از من کلان، از دمیربک اما 3 سال خورد، یعنی که گلسا. لیکن وقتی که ما جمع میشیم همه برابر هیچ کس، من فکر میکنم این دوست باید همین خیلی باشه. ما شوخی میکردیم، ما خنده میکردیم، بعد هیچ کس خفه نمیشد. اگر کم بودی که من داشته باشم گلسال یا نیلوفر بچه یا دمیربک یا انورکان به ملال آزاد گفته میتونن. همین چیز رو ما نیز به ملال میگفتیم که انورکان این خیلی همه به هم دیگر آینه بودیم. ما نه فقط دوست، ما خواهر و دادر و برادر همچنین یک دیگه علمت قبول کردگی. خب من میدونم امروز برای شما ترانه سراییدن آسان نیست
و ولی همون ترانه عجب دنیا رو میخواستم، گرچنده که میدونم مشکل برای خاطر دمیربگ، برای محبان و مخلصان عزیزی دمیربگ کمتر باشد هم از شما طلب کنم. البته پیش از همه منظرت میپرسم از مخلصان دمیربگ، از تماشابینان که هم امروز یادآوری کرده ایستادیم، بسیار به احساسات داده شده ایستادیم که از نظرم یک به یک او گفته گذشته ایستاده است. سخنهایی که حتی خلق و رفتار رو که وی به او زیبنده بود هر یک تاش از نظرم گذشته ایستاده است. منظرت میپرسم، البته کوشش میکنم که کمی اجرا کرده تیم. یکی بیچاره و تنها، یکی لب تشنه در صحرا، یکی بی درد بی پروا، عجب دنیاست این دنیا. یکی چون ماهی در شست، یکی بی پول یکی پول مست، یکی بی پا یکی بی دست، عجب دنیاست این دنیا. یکی بیچاره و تنها، یکی لب تشنه در صحرا، یکی بی درد بی پروا، عجب دنیاست این دنیا. عجب دنیاست، عجب دنیاست، عجب دنیاست. واقعا این دنیا عجیب است. ببینید نفری که هر روز در پهلوی شما هستند و هر روز شما دلتون رو خالی میکنید و همراهش میخندید، تبسم میکنید، دوستی میکنید، اما کسی نمیدونه که فردا او هست یا نیست. مثلا حاضر شدن به سر قبر او فکر میکنم به شمایان واقعا هم آسان نبود. البته برای همین هم به قدر یک دیگر رسیدن در کار. لیکن یک خصلتی که داشت دمیربگ، ما جوانان بسیاری ها نداریم به مثل او. بسیار مهربان بود و کسی از قطار صنعتکار ها وی نوازنده باشد، خواه در کارخانه ما در همراهی ما می نشیند یا نمی نشیند یا کار میکند نمی کند، اگر شناس باشد و یک بار دو بار سلام علیک داشته باشد، حتما انمون کس اگر بیمار شده باشد و دشواری کشیده باشد که به زندگیش حتما رفته خبر میگرفت. خبرگیری همیشگی انمون انسان میشد، همیشه خبر میگرفت تا از پرابلم های حیاتیش انمون آدم براد یا که بیمار باشد یک جایه باشد که تبش رو بالیده سازد. بسیار خصلتی نیک داشت. خب بخشش محمود خان بمار اکای کلان اکمال جان اخمیدوس همین سال گذشته ماه سپتامبر فرزندشون خانه‌دار کردن، خدمت گلستان غلام جان خدمت کردن، غالب جان که بسیار صنعتکارا، شادمان جان، فردوس جان همه خدمت کردن. لیکن اکمال اکمان بسیار احترام میکردن دمیربگ. وقتی اکم میگفتن دمیربگ ان شاء الله من شهزاد جان کلین کنم، حتما توی به خدمت سرود میخوانید. بعد دمیربگ میگفت که اکم من سرود نمیخوانم، من چای میکشونم توی شهزاد. تو همین سخنهای میگفت که من سرود نمیخوانم، من رفته مهمانا چای میکشونم. بسیار انسان صمیمی بود. وقتی از سفر آمریکا یک چیز به خاطرم اومد، ما بسیار خنده شوخی میکردیم. یعنی به گفتی سراج نکا اگر انور جان و دمیر جان و غلام جان حق شود نزدیک نشوید تا میگفتن. وقتی دمیربگ از سفر آمریکا برگشت ما دیدیم در کافه رو که ها چه با من چی آوردید؟ گفتم من شما به یک طفلی آورد. من گفتم نهاد، گفتم یک طفلی میبیارید ما به این خیش داشت ممکن نیفته خنده کنم. میراستی گفت خودم بگشته بودم بیام تمی کردم. بعد خیریت و شما مایده بداسته که من میگیرم یک دو سه روز پایدم بینم نیست. بعد یک هفته تلفن کردم دمیربگ، گفتم من حاضر بیکار شما خانه باشید من روام طفلی میگیرم. گفت باید توری آمد.
نه غلام جان نوید باید دوره اومد مجبور کردم عموما ما آرام شیشته نمیتوانستیم خیلی که وزیر در بارش حفظ داشتیم. البته فکر میکنم که خاطر او شاد همیشه با ما بیزار همیشه شاد باشد. با اون یکی ها یاد می آوریم. البته تشکر برای اومدنتون. رحمت. سلامت باشید محمود خان. میدونم طبیعتی صنعتکاران همین گونه است که تا دیر مثلا در خدمت مردم یا در ایجادیات بند میشن و سحر بیدار شدنشان اندکی مشکل. ولی با شما رحمت که همین صبح با صفا رو با ما گذرونیدید. با خاطر دمیربک، با خاطر مخلصان دمیربک قدم رنج نمودید. من عرض تشکر به می نمایم. با شما رحمت محمود خان که امروز من با یادبود دمیربک یک بسیار صحبت های صمیمی شد. من باوری دارم که روح ارواح دمیربک شاد است، زیرا که امروز ما بسیار یک یادآوری کردیم. یادت بخیر باد دستی عزیز. سخن شما. من تا حال نمیخوام باور کنم که دمیربک با ما نیست و فکر میکنم همین چیز به من کمک میکنه. حاضرم همین روز همین خیلی صحبت های نقص شد من حس کرده ایستادم که دمیربک با ماست و البته او در دل هر یکی ما ابدا باقی خواهد ماند. الهه رو هر واحش پاک شاد باشد و نزدیکانش و پدر مهربانش با مادرش صبر جمیل خواهانیم. من یگان بار از دهان دمیربک داده نشونیدم. فقط داده جان اپا جان مادرش رو اپا جان گفته دعوت میکردن. او رو هم به دمیر جان گپ نمیزدن. من میچار از گفتم که از جوانیش شناس بودیم که کی مراجعه کند به دمیربک دمیر جان من دمیر جان میگفتم. سلامت باشید. بینندگان عزیز و ارجمند، اگر در صحبت امروزمون شما یگان نقصان کم بودی احساس کرده باشید، البته از شما عذر خواهی میکنیم، زیرا که ما که در پخش مستقیم قرار داریم. پخش مستقیم این دلیلی خود کم بودی است، به کم بودی و نقصان هم نمی شود. خاصتا مخلصان با احساسات داده شدیم. خاصتا مخلصان، محبان، طرفداران و جانبداران دمیربک علیموف خیلی انسان‌های نقطه‌دان و نقطه سنج هستند. از این خاطر ما از آنها عذر خواهی میکنیم و از نام شما یک بار دیگر به مهمانان عزیزمون رحمت کلام میگوییم. ما همه خواهان آن هم هستیم که بیزار دمیربک عزیز همیشه آرام خواب کنند. از نزدیکانشان، از فرزندانشان، از پیوندانشان، از مخلصانشان همیشه خاطرشان جمع باشد. من امیدوارم میبرم که صحبت آینده ما با شما فقط با موضوعهای بهترین، با موضوعهای خرسندی میشود. فقط همدیگر رو با چهره خندان، با خبری خوش ببینیم. از قطار ما کم نکند خداوند مهربان. بگذار سلامت باشید، سربلند باشید. بیننده عزیز، برنامه ما دوام می‌یابد. در انجام همین صحبت الان کارگردان تکنیکی ما بخش تجارتی реклама را آماده نمودند. پس از آن باشد یک ترانه انورجان احمدов را که در وصف دمیربک علیموف سراییده شده است همون رو ما منظوری بینندگان می‌گردانیم. سلامت باشید تا دیداری آینده.